سلام، من مرزیم. دوره همی 20 آذر 1402 اومدم چابهار. یه دوره 7 روزه است. من تجربه دوره همی 2-3 تای دیگه 3 تا دوره همی مشخصا تو این 1.5 سال که خامگیاخوار شدم داشتم. خوشبختانه واقعا محیط همشون خیلی صمیمانه و خودمونی و برخوردها واقعا قلبی و خیلی دوستانه بوده تو دوره همیای قبل و این هم اصلا از یه مقدار فراتر از دوستانه یه حالت خانوادگی بود. من این حس رو داشتم تو این بومگردی چابهار. پذیرایی اصلا یعنی به نظر من آخر سخاوتمندانه بود. همه آدم بزرگ بودیم، هیچ بچه‌ای نبود که بخواد مثلا بهش جیره مثلا داده بشه. من خیلی خوشم اومد از این برخورد. اولین بار بود میدیدم بوفه آزاد از صبح تا شب و حتی شب تا صبح. من و بچه های دیگه هر مقدار که میخواستیم نیاز بدنمون بود، هر تایمی به هر میزانی به وفور به طور مشخص سیب و پرتقال و موز و خرما و آب تصفیه همینجوری در دسترسمون بود، رو میز بود آماده که هر مقدار که خواستیم هر زمان هر کی هر چه میل داشت مصرف بشه. حتی سیفیجات و سبزیجات هم بود تو یخچال یا تو انبار یا رو کابینت که ما در دسترسمون بود، به راحتی هر کی نیاز داشت میتونست بخوره. یه بار در روز غذای خامگیاخواری بود، غذای ترکیبی بود، ترکیبات مغزیجات بود، سسای خیلی با کیفیت بود که واقعا حال کردیم. برای اولین بار بود من میخوردم، همش برام جالب و تازه بود. یاد گرفتم که چجوری غذاهای ترکیبی درست کنم، سساشو درست کنم، آش خوشمزه. یاد گرفتم آبدو خیار خوشمزه، کشک و بادمجون که دیگه نگم خیلی عالی و باحال بود. جاتون سبز، البته اسمش کشک و بادمجون بود ولی حاوی کدو بود در حقیقت، بهتر و خوشمزه. حالا برای تورا من با اجازهتون برداشتم که برام تورا هم بخورم، چون غذای هواپیما رو دوست ندارم به هیچ وجه نگاش کنم. وای وای، واقعا برای همه عمرم سپاسگزارم از سهیلا خانوم گل، مادر سهیلا، که اونجوری که کیفیت عالی بود، تمیزی و مرتب بودن سرویس بهداشتی یا تو چابهار، تو شهرهای جنوبی که خیلی بوی زیادی تو سرویس بهداشتی ها هست، ولی همیشه این دسته گل واقعا هم محل اسکانمون. اینجا این همه خاک ماسه، ما میرفتیم میامدیم ولی واقعا عالی بود. من برای همه عمرم سپاسگزار مامان سهیلا هستم بابت این همه عشق و این همه مهربونی که واقعا با عشق تمیز میکردن و ما تو فضای تمیز بودن. خیلی دلچسبم بود. من کمتر حتی واقعا هتل‌های 5 ستاره دلچسبم نیست ولی جدا دلچسبم بود، عالی بود، باب دلم بود. بالا کفشامونم تکونده میشد دیگه، من اصلا موندم تو خجالت. واقعا همه همکاری میکنن، آقایون خانوما خیلی همدلی میکنن چون محیط صمیمانه بود. اینجوری نبود که مثلا همه بشینن انتظار داشته باشن که یکی بیاد تمیز بکنه، نه، ظرف رو جمع میکردن، تو شستن کمک میکردن، یعنی هیچ حالت طلبکارانه ای نبود، همه عشق بود و همدلی. گردش ها با این که من رفته بودم دفعه قبل اومده بودم چابهار و تمام جاهای دیدنی رو رفته بودم، ولی بازم دوست داشتم که با این جمع صمیمی حتما برم. چند تا گردش جذاب تجربه اولین بار تو عمر من بود توی جنوب که خب کمتر با خانواده آدم بیاد براش میسر میشه.
دیدن آسمان و ستاره ها تو شب بود کنار دریای خروشان باحال. خوابیدن تو ماسه ها بود که فوق‌العاده بود. شنا بود، 2 روز اومدیم برای شنا. طلوع و غروب خورشید زیبا بود، اینکه جاهای شاخصی که بتونم من از اونجا طلوع به بهترین شکل ببینم و غروب و همینطور. این تجربه های ناب عالی رو داشتم که تو کمتر، یعنی تو هیچ دوره همی من این تجربه ها رو نداشتم. خب من سنم که اجازه من میده که انواع اقسام تجربه ها رو داشته باشم و داشتم خیلی چیزا رو، زندگی جمعی، تجربه نمیدونم و تجربه های مختلف با هم بودن و اینا. یه تجربه تو خامگیاخواری که برای من خیلی تازه بود و جرأت و شهامت رو پیدا کردم توی این جمع انجام بدم، تجربه روزه آب بود که من استارتش رو اینجا زدم. میزبان سعید جانم با من همراهی کردن. یه روز اومدیم تو روزه آب و سعی کردم یه 24 ساعت روزه آب بگیرم. اصلا بهم فشار نیامد، اصلا هیچ حس بدی نداشتم، خیلی فرش و پر انرژی. اتفاقا 3 بارم من تا ساحل رفتم و اومدم، همون با وجود روزه آب 3 بار حدود 1 ساعت و نیم، از هر بار 1 ساعت و نیم رفت و برگشتم. فقط طول کشید به ساحل برم و قدم بزنم، اینقدر انرژی داشتم خوشبختانه. بله واقعا من احساس کردم مثلا خونه دخترعموم اومدم. جدا یکی از دخترعموام خیلی خانم تمیزیه، خیلی تمیزه و من همش یاد اون بودم. گفتم که اینجا اینه مثلا دخترعمومه که خیلی زندگیش تمیزه، میچرخه، میاد تمیز میکنه، مرتب میکنه. واقعا احساس کردم اومدم خونه فامیل نزدیکم. موسیقی شادی خوب بود. دوستان کم صدای من تحمل کرد. منم دفترچه‌مو آورده بودم با خودم، دفترچه مشقم، براشون آواز خوندم، زدیم، با هم رقصیدیم. دوستای کردمون هنرنمایی کردن، ما افتخار دادم واسمون کردی رقصیدن، ازشون ممنونم، خیلی باحال. از سنندج 2 تا از دوستان تشریف آورده بودن، بابا کرم و خلاص انواع اقسام رقصای باحال انجام شد. یه خورده به نظر من دوزش کم بود واسه منی که خیلی شور و شعف این مدلی هم دوست دارم و یا دوستانی که موزیک دوست داشتن، چون بیشتر وقتمون به گشت و گذار و گشتای طولانی رفت. برای همین دیگه بالا زیاد فرصت وقتی نبود که حوصلمون سر بره بخوایم به زن و به رقص بگذرونیم. دوزش یه ذره کم بود.